بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. یک کودک مهاجر بر اثر سوختار در شهر چلیابینسک فدراسیای روسیه کشته شد. در کنفرانس بین المللی انجمن عدالت و دموکراسی تروریستی اعلان کردنی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان محکوم کرده شد. سیراجدین اصل وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سبب بسته شدن حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان را در پارلمان اتحادیه اروپا گزارش می‌دهد. سبب مرگ بیراجا پرساد سفیر هندوستان در تاجیکستان. 8 گل ویتنام به دروازه تاجیکستان. بر اثر سوختار شام 14 فوریه در یک از منزل‌های خصوصی واقع در شهرک روزای شهری کورکینوی ولایت چلیابینسک روسیه دخترک 7 ساله مهاجر به هلاکت رسیده است. گفته می شود مادر دختر 17 زن 32 ساله و دادر 5 سالش در بیمارستان بستری شدند. طبق معلومات پیشکی سبب سر زدن سوختار بخاری گرم دهنده ویران شده عنوان شده است. پدر خانواده مرد 39 ساله آسیب جدی ندیده ولی بر سبب در حالت وزنی روحی قرار داشتنش روانشناسان به او کمک کردند. بنا به منبع معین کرده شده است که زن از سال 2012 در روسیه اقامت داشته برای اقامت در روسیه اجازت نامه نداشته است. مرد خاندان برای اقامت در این کشور صاحب اجازت نامه بوده است. این عائله مهاجر در شهرک روز خانه را در اجاره داشتند. کودکان به مکتب و بیمارستان نمی رفتند. همین زمان تمام حالتهای رخ دادن این حادثه مورد تحقیق قرار دارند. چند رسانه خبری روسی این عائله و کودک 17 را شهروندان تاجیکستان عنوان کردند ولی طبق اطلاع رسانه خبری خاور نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل عالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه عاید به مراجعت خبر می‌دهد که دخترچه در نتیجه سوختاری یک خانه خصوصی در کوچه دکبرستان دهاتی روزای شهر کورکینوی ولایت چلیابینسک هلاک گردیده شهروند تاجیکستان نیست. طوری که نمایندگی معین کرد دخترچه هلاک گردیده شهروند جمهوری ازبکستان می باشد. در شهر استانبول ترکیه کنفرانس بین المللی با حضور کارشناسان و هیئت‌های بیش از 20 حزب سیاسی از سراسر جهان از روز 12 تا 14 فوریه برگزار شد. این کنفرانس بین المللی 3 روزه از سوی انجمن عدالت و دموکراسی که مقرش در ژنو است انجام یافت. در کار این کنفرانس بین المللی مسائل مربوط به منع فعالیت حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی شده است. قید کردن به مورد است که بسیاری از کشورها و سازمان‌های با نفوذ مثل سازمان ملل متحد، پارلمان اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، ایالات متحده آمریکا، اتحاد جهانی علمای مسلمانان، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و حزب و حرکت‌های اسلامی ممنوعیت و تروریستی خواندن حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان را که به عنوان یک حزب اسلامی میانه‌رو و معتدل در جهان شناخته شده است محکوم کرده آن را یک عمل صرف دارای انگیزه سیاسی ارزیابی کردند. Сегодня произошло очень важное мероприятие, пресс-конференция в Стамбуле. К этому мы давно ждали, готовились. Все это началось после нашей поездки в Душанбе. И сегодня это все анализ подготовлен в виде вот такого доклада. Этот доклад пойдет все европейские правозащитные организации в мире и, соответственно, будет доведено до каждого. Та информация, которая блокировалась в Таджикистане, отныне будет услышана реальная ситуация. То, что опасает правозащитников, тех, которые были там, коллег наших, которые здесь, в том, что идет процесс закрытый в Таджикистане. Процесс проводится в тюрьме. Соответственно, получается как бы аналогия суд, тюрьма – это одно и то же. Поэтому, конечно же, мы пытаемся, во-первых, чтобы голос таджикского народа был услышан, тех, которые не согласны с тем, что проводится. Эти люди считаются, преследуются по политическим мотивам, по убеждениям, члены этой партии исламского возрождения, что таджикские власти сегодня опасаются или пытаются дистанцироваться от слова «ислам» и все, что, то есть, соответственно, дистанцироваться от мусульман. Я не вправе делать какие-то политические заявления, но я с точки зрения права смотрю. В Таджикистане нет беспристрастного, независимого, справедливого суда. Этого не будет. Не надо обнадеживать себя. В Таджикистане не будет справедливого,
честного, беспристрастного суда. واقعا در این نشستی که ما امروز اشتراک کردیم سری مسئله خب شخصی یا اینکه فردی سخن نمی رود. البته ما از یک کشور سخن کردیم و حوادثی که در اون کشور به وجود می آید، پایمال کردن حقوق انسان، پایمال کردن حقوق مسلمان ها در یک کشوری که 98% مسلمان هست، از اونها داریم صحبت میکنیم. واقعا هم کشوری که 98% مسلمان هست و در اون قانون‌های قبول کرده می شود که پارلمان اون کشور قانون‌های قبول میکند که برخلاف فطرت اون مردمی اون کشور است، این است علم آور. ببینید در طی چند سال اخیر منع کردن زنها از مساجد، خب منع کردن کودک‌های تا 18 ساله از مسجد، خب ویران کردن مسجدها، حجاب را از سر گرفتن و بالاخره در وقت‌های اخیر با ریش و با خب شعائر اسلامی دست زدن، همه اینها قانون‌ها و یک رفتارهایی هست که به فطرت اکثریت مردم که مسلمان هست بازی کردن با آنها و تحقیر کردن اونها هست. و در آخر هم ما می‌بینیم که بستن یک حزب سیاسی که خب فعالیت آشکار شفاف دارد و یک حزب سازنده بود که برای بهبودی کشور و برای خاتمه دادن جنگ شهروندی که کشور رو به تباهی می‌برد زحمت‌های زیادی را کرده بود، خب و برای وحدت ملی سهم و تلاش‌های بی‌سابقه را انجام داد و پیش گرفتن او را با غرض‌های سیاسی، با غرض‌های خب نادرستی که امروز بند کردن او و بعدی گرفتن یک بخش کلان از اعضاهای او و معاون‌های رئیس حزب و اعضای ریاست و عضوهای عادی اونها را در یک حالت قرار دادن که نه خویشتبار نه نزدیک ها و نه یگان کس از اونها دیدن نکند. این پایمال کردن حقوق انسانی شهروندی است که در کشوری ما میگذرد که این یگان سابقه در دیگر جایها ندارد. با علاوه بر این منع کردن شخص های حقوقی، ادوکات ها، سفید کننده ها یکی به خاطر دیدن از رفتار دادگاه و اینها تلاش میکنن اونها را منع کردن، اینها هم یک حالت های هست، یک چیزهایی هست که در دیگر کشورها، در بسیار کشورها اینها را دیده نمیشود، مخصوصا در یک کشوری که 98% اون مسلمان هست. البته این نشست به خاطر همین بود تا اینکه از این خب جرم، از این خب ظلم و از این رفتارهای بدی که برای مسلمان ها و برای یک کشوری چون تاجیکستان زیان دارد از اونها صحبت به میان آمد و این جای دارد که از اون صحبت کرده شود و به گوش جهانیان رسانده شود که تاجیکستان کشوری زیبا، آباد و دارای خب همه گونه ثروت‌های مادی و نیروهای معنوی، انسان‌های نیرومندی در تفکر و در ایجادیات، اما یک حکومتی خب مستبد یا یک حکومتی دیکتاتور با رهبری یک دیکتاتور که دارد پیشروی تمام این خب نیروها را، تمام این امکانات را میگیرد، از این سخن میرود و این را برای دیگرها فهماندن و رساندن این یک چیزی مهمه بود که امروز ما شاهد اون بودیم. امروز هیئت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری وزیر کارهای خارجه کشور به شایگری بلگیا به خاطر اشتراک در جلسه پنجم شورای همکاری میان جمهوری تاجیکستان و اتحادیه اروپا که 16 فوریه سال جاری در شهر بروکسل برگزار می‌گردد سفر نمود. در این جلسه سخنرانی وزیر کارهای خارجه پیش بینی گردیده است که در آن موقع جمهوری تاجیکستان راجع به مسائل مهم مورد توجه همکاری با اتحادیه اروپا انعکاس خواهد یافت. اینچنین در این سفر در این جلسه وضع همکاری‌های بروکسل و دوشنبه و مسائل داغی که چون بستن حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی می شود و یک زمره واخوری‌های دو جانبه سراج‌الدین اسلف در نظر گرفته شده است. بینندگان گرامی، اکنون برایتان خبرهای کوتاه‌ترین و مهم جهان را پیشکش می‌نماییم.
عربستان سعودی با پایگاه هوایی اینجیرلیق ترکیه طیاره‌های خیرکننده را برای تحکیم نیرو در مبارزه بر ضد گروه تروریستی به نام دولت اسلامی فرستاد. بنا به اطلاع یاور وزیر مدافع عربستان سعودی گنرال احمد اسیری، عربستان سعودی قرار داد که ضربه‌های با شدت را به نقطه‌های گروه تروریستی به نام دولت اسلامی ادامه دهد و در این رابطه به پایگاه هوایی اینجیرلیق ترکیه تنها جزء تام‌های حربی هوایی روان کرد. کارمند پلیس ارتیوم کرالیوک و مرات سایب قرغیز یولیا وال را که از پایگاه ایستگاه مترو به بالای راه آهن افتید نجات دادند. این مردا تلاش کردند که جبریده را که در حال بیهوشی بود بالا برآورند، اما قطار زود به آنها نزدیک میشد. آنها تنها به جای کردن این زن در میان راه آهن فرصت پیدا کرده سپس خود نیز در کنارش جای گرفتند. همین لحظه قطار به نزد آنها رسید و واگن اول قطار پیش از رسیدن به آنها در بالایشان از حرکت باز ایستاد. زنی آسیب دیده با جراحت‌ها در بیمارستان بستری کرده شد و نجات دهندگانش آسیب ندیدند. بخش تاجیکی روسیه سیوودنیا مقرش در مسکو امروز 15 فوریه در سراغ اینترنتی سپوتنیک تیجی.کام فعال شد. در بخش تاجیکی سامانه چند رسانه‌ای سپوتنیک خبرها به زبان‌های تاجیکی و روسی پخش می‌شوند. افتتاح بخش تاجیکی در حالی است که تاجیکستان برای آغاز فعالیت نمایندگی روسیه سیوودنیا در دوشنبه اجازه نداده بود. روز 13 فوریه در شهر دوشنبه بر اثر سکته دل سفیر هندوستان در تاجیکستان بیراجا پرساد از عالم درگذشت. یادآور می‌شویم که بیراجا پرساد چند ماه قبل سفیر هندوستان در جمهوری تاجیکستان تعیین گردیده بود. امروز 15 فوریه وزارت امور خارجه هندوستان سبب مرگ بیراجا پرساد سفیر نوینه‌شان را در تاجیکستان سکته قلب خواند. بیراجا پرساد که 42 سال داشت ماه نوامبر سال 2015 به جای از صدق کمر مخچرجی سفیر هندوستان در تاجیکستان تعیین گردید. او قبلا در سفارت‌های هندوستان در روسیه، قزاقستان و اسپانیا فعالیت داشته است. منتخب تاجیکستان آید به فوتزال در دومین رقابتش در مسابقات جام آسیا 2016 با حساب بزرگ شکست خورد. در این دیدار بازیگران یکچین ویتنام به دروازه تیم ملی فوتزال تاجیکستان 8 گل زده تنها 1 توپ سر دادند. از این پیش منتخب تاجیکستان از تیم تایلند با حساب 4-5 شکست خورده بود. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.